یه خونه پیدا کردم. بعد از بازدید از منزل. معمولا بعد از بازدید از منزل چند روز طول میکشه تا صاحب خونه یا مشاور املاک به ما خبر بده که آیا خونه رو به ما میده یا نه. اگه اونا موافقت خودشون رو اعلام کنن، مرحله بعد امضا کردن قرارداد. در صورتی که جاب سنتر یا اداره سوسیال مسئول پرداخت هزینه‌های اجاره خونه باشن، باید شرایط و اجاره خونه رو بررسی کنن و بعد از اعلام موافقت قرارداد خونه رو میشه امضا کرد. نکات مهم هنگام امضای قرارداد اجاره: قرارداد اجاره باید به دقت خونده بشه و وضعیت دقیق آپارتمان باید در پروتکل تحویل ثبت بشه. در این سند که در آلمانی به اون اوباگابه پروتکل میگن، وضعیت خونه به صورت دقیق ثبت و نوشته میشه. وضعیت خونه شامل رنگ دیوارها، وضعیت شیرالات، شوفاژ و غیره. به این ترتیب هنگام تخلیه نمیتوان مستاجر رو مسئول خسارت‌هایی دونست که از قبل توی خونه وجود داشت. گاهی اوقات در قراردادهای خونه بندهایی وجود دارن که از نظر حقوقی معتبر نیستن. در صورت تردید میتونیم از مرکز مشاوره حقوقی مستاجران کمک بگیریم. هنگام امضای اجارهنامه باید دقت کنیم که آیا قرارداد محدوده یا نه، چون در این صورت قرارداد در تاریخ خاصی پایان پیدا میکنه. همچنین برای فسخ قرارداد خونه هم باید اون رو به صورت کتبی اعلام کنیم که معمولاً برای تمام خونه ها 3 ماه قبل از تخلیه خونه هستش. تغییر آدرس محل سکونت بعد از اسباب کشی. بعد از اسباب کشی باید به سرعت به اداره ثبت احوال Einwohnermeldeamt یا اداره امور شهروندان بورگامت بریم و آدرس خودمون رو تغییر بدیم. برای این کار بهتره که هر چه زودتر اقدام کنین. پناهجویان بعد از نقل مکان باید هر چه زودتر به اداره امور پناهجویان بانف مراجعه کنن. اونجا آدرس خودشون رو تغییر بدن تا بتونن نامه‌های خودشون رو دریافت کنن. اینکه شما آدرس خودتون رو فقط در اداره ثبت احوال تغییر بدین کفایت نمیکنه و سایر ادارات دولتی نمیدونن که باید نامه‌ها رو به کجا بفرستن. پس شما باید آدرس جدید خودتون رو به تمام اداره هایی که با اونها در ارتباط هستین، از جمله جاب سنتر، آوسلندا بهورده، اداره مالیات، بانک، محل کار و غیره اعلام کنید. هزینه‌های دیگه‌ای که توی اجارهنامه گنجانده نشده: علاوه بر اجاره، هزینه‌های دیگه‌ای مثل برق، اینترنت و حق اشتراک رادیو تلویزیون وجود داره که توی اجارهنامه نیستن و برای اونها باید قرارداد جداگانه‌ای ببندید. در برخی از خونه‌ها هزینه گرمایش نیز در اجارهنامه گنجانده نشده که هنگام امضای قرارداد باید به این نکته توجه کنید. برای برق و اینترنت میتونیم مستقیما با ارائه دهنده این خدمات قرارداد ببندیم. همچنین میتونیم این ارائه دهنده ها رو از طریق پورتال های مقایسه آنلاین به راحتی پیدا کنیم. هزینه رادیو تلویزیون از طریق حق اشتراک پرداخت میشه و تمام خانوارها ملزم به پرداخت اون هستن و باید برای پرداخت اون ثبت نام کنن. اگر کسی از اداره کار یا اداره امور اجتماعی کمک هزینه بیکاری دریافت میکنه، نیازی به پرداخت این هزینه نداره. برای ثبت نام و یا درخواست معافیت باید به این آدرس مراجعه کنید.